سال 2011 بود که این زلزله 9 ریشتری تو ژاپن رخ داد و جون 20,000 نفر رو گرفت که 2530 نفرشون هرگز پیدا نشدن. این امواج به این شکل در سراسر اقیانوس آرام پیشروی کردند و انرژی برابر 190,000 تریلیون جول آزاد شد. انرژی که میتونه شهری به اندازه لس آنجلس رو برای 1 سال تأمین کنه. اما این وحشتناکترین نبود. در سال 1996 یک ستاره لرزه در سطح خورشید اتفاق میفته که حاصل فوران شعله‌های خورشیدیه. این ستاره لرزه 11.3 ریشتری حداقل 200 بار شدیدتر از زلزله‌ای بود که تو ژاپن رخ داد و هزاران برابر اون انرژی آزاد کرد. جالبه بدونید که یک زلزله 12 ریشتری میتونه زمین رو به 2 نیم بکنه. اما اینم وحشتناکترین نبود. در سال 2004 یک ستاره لرزه در سطح یک ستاره نوترونی ابرمغناطیسی رخ میده، همون مگنتارها. شدت این ستاره لرزه برابر با یک زلزله 22 ریشتری تو زمین. این لعنتی اونقدر قوی بود که از فاصله 42,000 سال نوری تونست اتمسفر زمین رو فشرده کنه. بذارید یه بار دیگه بگیم. 42,000 سال نوری یعنی مسافتی به اندازه نیمی از کهکشان. اگه این ستاره لرزه تو فاصله 10 سال نوری رخ میداد، اون وقت یک انقراض بزرگ رو رقم میزد. زلزله‌ای که عمق گسل اون کمتر از 1/1000 میلیمتر